یوسف تجی می نویسد که سلام، در این 7 سال آینده که رئیس جمهور می ایستد شما چی پیشروی ها رو انتظارید؟ تاجیکستان در این 7 سال چگونه می شود؟ آیا سطح زندگی مردم چند فایز بالا یا پایین می رود؟ نظر شما چیست در این باره؟ پیشکی رحمت. ما چی را انتظار باشیم؟ یگانه امید ملت، یگانه امید مردم تاجیک، یگانه منبع درآمد زندگیش و زنده ماندنش روسیه است و امسال این روسیه نیست. امسال روسیه نیست عزیزا. روسیه تمام کلپس. سیاست مدار تاجیکستان چیکار میکنید؟ فکرش کنید. رئیس جمهور رحمان فقط میگه که 2 سال ذخیره کنید، یعنی فکرش کنید 2 سال ذخیره کنید. چی فکر میکنیم؟ یعنی 2 سال باید ذخیره کنیم. چیکار ذخیره کنیم؟ مردم نون خوردن ندارد، بگه شما 2 سال ذخیره کنید. تصور کنید اما مردمی که 90% مردم تاجیکستان خانه ندارند، تا کجا ذخیره کنند؟ اینا میدونید باشه این سیاست مدار ما. باور کنید مسخره است. بنابر همین امسال از طرف روسیه دیگه شاید 10% اون مبلغی که میفرستادن دیگه نفرستن، نروند. 90% کارخانه‌های روسیه بحران زده شدن، یعنی کلپ شدن، شکستن، ورشکسته شدن در این کرانتینای 3 ماه. خب حالا به خود نآمدن. باز اگر یک کرانتین دیگه شوه خدا نشان ندهد، باز یک کرانتین دیگه شوه بالکل دیگه از روسیه مبلغ وارد نمیشه به بانک های تاجیکستان. سبب ورشکسته شدن بانک ها، اگر اینوست بانک، تاجپروم بانک و دیگه بانک های دیگه همین است که از روسیه دیگه مبلغ وارد نمیشه کشور. بنابر همین نرخ دلار را ببینید، با سامانی نگاه کنید، رفت آسمان. نرخ روبل آمد زمین زد. حالا این مردمایی که مثلا 30,000 آیلیگ میگرفتن، اگر این 30,000 آیلیگ پیش مثلا $500 میشد، حالا دیگه این 30,000 نمیدونم $200 میشود یا 350 دلار میشه. تصور کنید نفر یک ماه دراز کار میکند، $350 معاش میگیرد. این $350 خب چی کار کند؟ این خودش خورد، خانوادهش درآیی کند. بنابر همین سیاستمدارای تاجیکستان، کسایی که دست به سینه میزنید که ما در خدمتیم فلان و بسمدانیم، میاناتون امسال محکم بندید. احاضر سویت موری سر شده است، احاضر لیمیت سر شده است. این راهون هم نتونست دیگه این لیمیت ما را برطرف کند. متاسفانه از دوشنبه زنگ زده میگن که لیمیت داریم. بنابر همین چی را انتظاریم؟ من همین بدبختی را انتظاریم در 7 سال دیگه. متاسفانه